با کوهای مشکی و قلم خط چشم یه خط چشم نازک بنمژه‌ای میکشم، مخصوصا برای جلوی چشم که خیلی باید نازک و در حد بنمژه باشه. و ببین تا کجا امتداد میدم، تا جایی که خط راهنمامو انداخته بودم دقیقا روی همون خط چشممو امتداد میدم و با یه قلم سرکش که هیچ موادی نداره آکوامو فیدش میکنم. ببین حالا میام از پلت هدا بیوتی رنگ مشکی خیلی جذاب داره و براش سرکش هم خط چشممو خشک میکنم و هم با رنگ مشکی یک مقدار شارژش میکنم، رنگ مشکیمو بولدترش میکنم. بچه‌ها وقتی با مشکی کار میکنین خیلی باید مواظب باشین که سایتون چرک نشه. حالا از براش فید و یه رنگ بنفش قشنگ هم کریس چشممو خشک میکنم و هم رنگ مشکیمو فید میکنم. فشار دستم خیلی کمه، نگاه کنید. و در آخرم یه دستمال مرطوب میگیرم، هم ریزشی زیر چشمو میگیرم و هم کاتی که گوشه چشم انداختم و قشنگ تمیزش میکنم. بچه نیاز به چسب نداریم برای اینکه کات تمیز بندازین. ببینید با دستمال مرطوب چقدر قشنگ میتونین کاتتون رو تمیز کنین. میگیره